نگارهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برنامه از این تجمع دارن تعیین میکنن. ببخشید سلام، شما خبرنگار صدا و سیما هستید؟ شما برای آبان ماه که کلی مردم هم کف خیابونا کشته شدن شما گزارش تهیه کردید؟ کجا گزارش هاتون؟ نمیدونم، حالا این آقایون بپرسین که بهتر باید بیان اینجا یه سوال. اوکی، ایشون هستن درسته؟ خبرنگار چند نفرن؟ در حال در رفتن هستن. ببخشید یه سوال داشتم. شما بله؟ من پاسخ نیستم. شما برای ایران 3500 نفر تو یک ماه کشته شد. شما گزارش تهیه کردید؟ آره؟ شما گزارش تهیه کردی برای مردم ایران؟ برای چی فرار میکنی؟ برای چی فرار میکنی؟ برای چی فرار میکنی؟ برای چی فرار میکنی؟ جواب بده. میترسی؟ از مردم میترسی؟ آره؟ همتون از دوربین مردم میترسین؟ آره؟ شما جواب بدید. آیا گزارش از آبان و دیما که کلی مردم رو زدید کشتید آیا بیته؟ نه تو داری فارسی حرف میزنی. بیته کیلو چنده؟ آره؟ آیا از گزارش کشتار مردم 3500 نفر تو یک ماه زدید کشتید؟ Nee, ich habe nur eine Frage gestellt. Nur eine Frage. Ich habe nur eine Frage gestellt. Sie haben im Iran in einem Monat 3500 Leute erschossen. Aber Sie sind jetzt hier. Sie haben nie geschrieben. آیا زواره من شما رو میشناسم. Ich habe einmal gefragt. Das macht ja nicht. Ja, aber eine Stunde. Nee. Ich werde ständig in meiner Arbeit gestört. برای چی میترسی؟ سوال میکنم. سوال کردم. Ich habe nur die Frage, eine Frage. Ich jetzt hier vor Ort gehen in die Richtung. Warum er muss nicht weggehen? Ja, er geht auch in eine andere Richtung. Ja, okay, alles gut. Wie auf dem Schulhof damals. Ja. حواسم هست. تهدید میکنی؟ گفتی حواست باشه. گفتی حواست باشه. گفتی حواست باشه. 100%. آقای زواری من شما رو میشناسم. تک تکتون رو میشناسم. بله میدونم که میشناسی. 3500 hatten die Leute islamische Regierung Mullahs im Iran auf der Straße erschossen. Und sie sind jetzt hier. Und sie sind hier, diese Mullahs in Syrien, in alle Länder hatten kaputt gemacht. Ja. Ja, ich kenne. Sie gehören zum das Regime im Iran. Er war bei dieser Gruppe bei Sepa, jetzt ist im Terroristenverein und so. Das Regime hier kommt. مردم جواب شما رو میدن، شما هم به زودی خواهید رفت. گزارش بگی، من گزارشتون رو جلوتر میفرستم. درود بر همه هموطنان عزیز، دوستان عزیز، لطفاً این فیلم رو به اشتراک بذارید و ما نباید بذاریم که جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌هاش هر جایی که دوست دارن برن و برای رژیم کثیف و دیکتاتور آخوندی ما
تبلیغشون رو بکنن. من و توی ایرانی باید غیرت به خرج بدیم و جلوی این تروریست های جمهوری اسلامی ایران رو در هر کجای دنیا هستن باید بگیریم. من و تو